عباس حسین خوبین سلامت بخیر شکر زنده باشین سلامت باشین چی گفته خیر آیت میرم سارا خوبه میخونه چای بخون گلاس چای بخون زنده باشین کاکا خسر بله همین معامله چه کار شد دیگه تصمیم خوبه گرفتین فکرها خوبه کردین عباس جو گپی بود که دیشب ما بگفتم هم با مادر تو گفتم هم به خود تو گفتم حسین کنی کاکا روزی که من رد مست کردم کوکو به تو گفتم عباس جو هم 1,30,000 از تو طلب بودم یا نبودم گفتم کلوکان تو 10 روز یا 15 روز 20 روز یک ماه به می هراتم میتونی عروسی خود بکن نمیتونی کاکا دیگه من بیشتر دیگه نمیتونم با تا خونه مردم بسته کن خونه ما زندگی ما جا و جگاه ما به کابله من میرم به کابل میرم پیاده خوب کردم من دیگه بیشتر دیگه تحمل کردن نمیتونم کاکا خسر شی کنین شما هم دیگه به سر دومات خود قدر ظلم نکنین من دو مصرفه نمیتونم از کجا بیارم مغزر من یک مصرف همینجا پولمی عروسی اینجا ندارم من اشتباه کابل شاور اونجا و بیام به کابل عروس بیارم یا اونجا عروسی کنم اونجا هم عروسی کنم مغزر از کجا بیارم یعنی ما منظامینم کاکا که میتونی یا نمیتونی آقا شما مغزر سخت نگیریم کاکا کاکا جون به تاثیر مردم تا کی بسته کنم میشی آن چه روز میشه من بیام به چه به تاثیر مردم خب چه کار میشه خب کاکا خسرو میشه که یک سال میگه بسته کن نه میشه من یک سال میگه تاثیر مردم بسته کن سر زمینا کنم مونده تا کوچه کنم مونده کاکا کار خوبی نیه دیگه خونه و زندگی بساز من به کابل کاکا حالا من شیخ خودش مزید نگفتم کاین باشه طبیعی و شما یک روز دیگه هم میگم بلکم اصلا عباسان راه نداره یه هم نمیشه ما کابل هم مصرف کنیم اینجا مصرف کنیم چی گپه اصلا هیچ راه نداره هر وقت دیشتی بیا بام کابل عروسی خوب کن خوب بگیر خوبه دیگه ذره ما وقت خودم بیام کابل عروسی کنم با بیام اینجا مردم اختیار خود داری من اختیار خود داری چی کار دار کاکا خوب کردن سکو هم 15 شو میشه به جا شما 15 شو به جا دیگه قوم بدم آن ده 15 شو هم میشه به جا نورالله براخون تا به کی دیگه من نورالله برام مرجم کنه دیگه شما کار خوبی نمیکنین کاکا خود با تمام قوم هم به کابل تو و می چی روز بیام تو چی ریپنات پیشکش رو بدی کاکا که یک سال همیشه بس تو یک ریپ داده نمیتونی پول پیشکش یک دفعه آدم میده گفتم نه کار از ما پول پیشکش کی دیگه کی میدی شما کار خوبی نمیکنیم سر موضوع میکنیم دو مصرفه میکنیم دیگه کاکا جو من میتونم خبری خو کابل بیارم میراد به مختین یک لقمه نونه واسه یه مشکل در اصلا عروسی نیه عروسی نمون اصلا هر وقت دیشتی بیا گفتم کابل عروسی خوب کن آخری برو کاکا آی نمازی شوم غریبی رو به من کرد آخ دلم جولان زد و یاد وطن کرد آی نفهمیدم پر بود یا برادر خدا یادش کنه برو گیلک همیت بعد مفتا هم نماده چره؟ همیت فول بفهمیده تو خسرو نی و درد نمیخوری چرا همیت فول بعد تو آماده از بعد ماماده که تو مغز از جادی ما گپ نمیزنی که چی بگم مثلا؟ همه زن نمیگه کمی عباس تو ماد مانه خب همه با پیار خونه میگه ای مادر ای بابا امی دوماد ما پول نداره امی دوماد ما اقتصاد ما ضعیفه چرا شهر روز جنجال میکنه چرا شهر روز این معامله با دست دوه همین رو تر جمع کنین حالا که امی دوماد ما عباس نداره بس تکیرم جگاه مثلا اون عروسی خوب کنه قراره که دیگه بود میخواست میریم کابل پیار تال زد اما پیار تو بدیدم حالا زد که پیار تو نه ما میریم به کابل هر ده پولش بیا عروسی خودم جگاه کو مگر ما می خبریا خور از ما کو شکر خدا قوم خشم مردم دیا مگر می دارم تیارت در بس کنم از اینجا ببرم کابل پس اونا به تیارت در بس بیارم سیکا بس دومات خود بگردم ما کاست پانتونیوم چیز اونایی که خود ما به پانتون بیدم اینا هم اینجا ها پانتونیوم هم سیلفیان اونا مهمه هم سیلفیان مکتب دیگه به چای که تاشون اینجا گله بازی میکردیم به چای که تاشون اینجا سلجنگی بیده اینا همه مگر ما خبر کنم به تا شهر کابل ما 13 سال به تا ایران بودیم ما بیامادیم تو پیشکش زن خور ندادی پیار واس تو پول ماه دیشب هم یک سر تو میگیفتی آخر ما پیار معصاب خراب شد و تو بگه اصلا دختر خود ندادم به تو سعی که تو همه زچاتی من گپ نمیزنی خیلی باشه خب من پانتونیا خود چه کار کنم یه لدی پانتونیال همون رفیقات تو به یک جای برسون
تو به می صحنه جای برسون چی یاد گرفتی؟ پانتون خب برفتم یاد نگرفتم خوب به دردم چی میخورد؟ همون رفیقات بود که تو بیراه کرد دیگه با پانتون درس نگدیش دیگه تو حالت به جگر اینه پانتونیامه گوش نمانده که تو بررسی اونا رو خبر کنی باشه حالا چی میشه؟ خب بیا اگر میته بیا یک چیزی مال فلان کلای چی ماله بیا به زبون تو پیار تمی بیا همیس آسونه همه وقت فکر نداره که چند کرایه چند مصرفات میشه بیا با کابل بیا گردن بیا فقط بیا کابل بیا کابل بیا اسفارت هم شده بیا با کابل بیا خلاص مصرف اینا همه وقت فکر نمیکنه کاکا من نیلیلا رو بردار بیا برار خور بگردم مغز پول کجا بیارن که کرایه این میمونا خور بودن تا کابل شما مغز نمیفهمین همین گپ خو کمی درک کنین شما تا کی دیگه با پیا خوب معلم بگفتم اگه با کابل رفتین عروسی نیه خلاص اگه ما بیا عروسی که می دادی من یلکو برو گپ دیونه که کنازی دیونه کو چه نه که میای پیشکش ما نمیدی ما با کابل با ما اما که بگن خیره او پول پیشکش باید از عروسی بده دست تو بند عروسی خوب کو ما فعلا ما میراته خودی ما جنجال میکنم ما میره با کابل بیا عروسی خوب کو خوبه دیگه جنگ ما اگه میفهمیدم روز اول ما اشتباه کردم دیگه که تو آدمو سخت و میخوام میفته خوبه تو بیشتر میفهمی می به سر پیار ما کولا بری تو سلام علیکم لالا اشتانی؟ علیکم السلام. لالا شما جوره چی گپاه؟ کجا بودیم ادی طرف؟ همین صحرای بربر شخص میزنه که چیکار کنم؟ لالا یا خوب شد شما رو بدیدم سعی کنی ما بفهمیدم گفتم اگه ما بیام مال در خونه بیام با خونه بیام شاید پیزن برار ما گپ زده نشه خوب شد شما رو که دیدم همین دومات شما خیلی گله داره از شما خیلی ظلم هم نکنی دومات مثل اولاد آدمه گناه داره شما به گفتیم من میخواستم از اینجی میرم با کابل میرم با خونه به ابو اینا خب این مسلمان از کجا بیاره همون زر خبری به گردن از رختی را کجا برداره مثلا کرا به دینار بیاره اونجا عروسی کنه با بیاره به ایراد با اینجا عروسی کنه دو عروسی ظلم گناه داره بفهمیدیم ما و شما بعد رم خیلی داشته باشیم نورالله برار خوبه که گپات خلاص شد لالا و می چل میشه و میگم مادام هم چل چیری په پول بداده پیشکش با عباس گرد میزنی سعی کنین لالا نداره وقتی نداشته باشه چه کار کنه نداره سرای کداره سرای کداره سرا خوب بفروشه شما رزیم که همین سرا خور بفروشه عروسی خور بکنه همین برارزادی ما با سر کردن بعد عروسی بگرده ما چی کار دارم سرای کداره کاکا خوب بگردن سرای خوب بفروشه حق من بده عروسی خور بکنه با می چیل من میگم به چیل ریپنام دادم شکر زنده باشین سلامت باشین همین تکلالا معلوم میشه پس مرغ شما یک لنگ داره شما مایم که آدم به زیر قرض کنی که تا روز زنده باشه قرض بده حالا نورولا با واسطه تو آدم که برار منی تاج سر منی ان ده شو دیگه هم مثل کن میتونی به عباس میگه عروسی خور بکنه به ده از کجا بیاره به درشو این پیشکش کن بعد یه پول عروسی پیدا کنه لالا چرا ظلم میکنیم به حقیقت مسلمان گناه داره آخه اون نداره پس بیای بهم کابل هر وقت خدا بره بده که بیای بهم کابل عروسی خور بکنه کاکا ما دیگه نمیتون چند شمر جمع میکنی عمر خود جمع میکنم برو چشما ما حق داریم چرا شما برار کلون من مثل پیار من درسته یک شو دو شو سه شو ده شو 20 شو یک ماه یک سال میتونی یک سال جمع کنی که خود زنه بتیمه کن نمیتونی دیگه سرا خونه زندگی من مصرف کردم به کابله چی گپ ماما چه کاره عروسی عباسه زد کرده میگم اگر عباس بیای به کابل اونجا عروسی کنه نداره غریبی یا خدا را داره بیا اونجا عروسی کنه که نداری چی دیگه میگه سرا خور بفروشه این سرا خور بفروشه بیا عروسی خور کنه ماما سعی کنیم شما چه میگم من مادر میره کردن گفتم برو با ماما خوب بگیم شه بیایم فامیلی هم بیایم به جا ما بیایم به جا شما بیایم بله خوبه خیر میره خوبه میشه بیایم خوبه ماما خوبه لالا سلام علیکم و علیکم بیا بدی فرغون اینا نه لالا من بیا بده به شما کار دارم فرغون این تنه برم بیا بدی دیگه من دیگه لالا بیا بده بدین خودی خو می آوردی لالا بخیال این عدنانی من گواله بگو مادر ما گفتم برو به لالا خوب بگو امی گیلک اینا ماما نوروز اینا خینا ما هم برم با کابل طول ما اینا دوشه میمون کده اینا دوشه میمون کده
خود بیشتر بس نیه؟ نه مگو بعده مگر حداقل بریم اونا رو یک هفته دیگه میمون. یک هفته؟ گردن ما بند باشه اگه لنگ ما دروغ بگه مادر ما گفتن برید لالا خوب بگو که حداقل یک هفته میمون ما باشم بیتره که اونا میرم به کابل میرم. مردم میایم به خوب مسافرت میایم به اینجا ما هم برم به خونه و زندگی خوب تعلق گردن ما اخی هم 2 شب میمون کردیم بیخی دمه که ما هم برم 1 شب دیگه هم میمون کنیم یک هفته مرتکه به خونه برار خوبه چی خونه میسته که لالا خوشی کنیم اونا بعد وقتی آمدن اونا رو ما و شما 2 شب میمون کنیم اینا برم به کابل میگن تو سی کنیم اینا 2 شب ما میمون کردن اگه با یک وقتی ما با مو کابل بریم گردن و من 1.5 شب ما بیشتر نمیگردن. شرایط حال شده خوب که اگه نفر میمون هم بکنی گله میکنه اگه میمون نکنی هم گله میکنه. خب نه بگو بریم هر رقم میفهم اصلا یک هفته چی که 100 شو بگیم بیا هر رقم خود شما میفهم من نمیفهم. خود شما نمیری؟ نه دیگه من علف داره میکنم. سکو برو به نانه بگو برین سکنین که به سرا نورالله به سرا کینه به سرا دومات خونم به سرا هر که هستم بگو بیان میمون ماشم. بفهمیدی؟ به نانه میته بگو تو نرو به نانه بگو که نانه برن که کلون هم احترامی بشه. من خود نمیرم نانه میگم برو با تو پیش خود خون با مادر جلوک چی؟ خوبه گپی میگی پیش خود خون با وقت و گپ ما خوده همین کاره بکنه.